Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, poštovani gledalci. Nalazimo se na početku još jedne hidžretske godine, čiji nas prvi mjesec Muharem podsjeća na jedan tragičan događaj iz historije Islama, događaj Ašure. Povodom toga smo pripremili emisiju pod nazivom Historija Ašure. U ovoj emisiji ćemo pokušati, predstavljajući različite ličnosti iz doba Hazreti Huseina i raspravama o tradiciji i običajima, geografskom položaju, filozofiji žaljenja za Huseinom i simbolici samog žaljenja, vama i nama približiti svu dimenziju i veličinu stradanja Hazreti Huseina i njegovih prijatelja. U svakoj emisiji ćemo imati jedan dio rezervisan za dvije predstave, a nakon toga ćemo poslušati stručne rasprave povodom onoga što smo vidjeli. U svakoj emisiji ćemo izabrati jedan od likova iz doba Hazreti Huseina i prenijeti priču vezanu za njega, a nakon toga će jedan od stručnjaka pokušati što jasnije obrazložiti datu temu i djelomično se dotaći vezanih tematika. U današnjoj emisiji smo izabrali temu ustoličenja Jezida za halifu i njegovo neprijateljstvo prema Huseinu. شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمودند پدرم از پدرش امام سجاد نقل کرده که چون مرگ معاویه نزدیک شد پسرش یزید لعنت الله علیه را فرا خواند و او را نزد خود نشانید. پسرم، من گردنکشان را برایت رام کردم و شهرها را آماده نمودم و سلطنت را در کام تو انداختم. اما از 3 نفر که با تمام وجود با تو مخالفت می کنند بر تو نگرانم. کدام 3 نفر پدر؟ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی. و اما عبدالله ابن عمر پدر، با عبدالله ابن عمر میدانم چه کنم. آفرین بر تو، آفرین. با کیسه های زر او را برای خود نگه دار و دست از او بر مدار. و اما عبدالله ابن زبیر، اگر به او دست یافتی او را تکه تکه کن، چون همانند شیری که بر شکار خود می جهد بر تو حمله کند و چون روباهی که از سگ بگریزد از تو پنهان گردد. پدر، در مورد حسین ابن علی بیشتر میخواهم بدانم. و اما حسین ابن علی، دانی چه نسبتی با رسول خدا دارد و از گوشت و خون وی می باشد. من میدانم که مردم عراق او را بر تو بشورانند، سپس دست از او بردارند و ضایعش کنند. اگر به او دست یافتی حق او را نسبت به رسول خدا رعایت کن و او را مؤاخذه مکن. ما را با او دوستی و خویشی است. مبادا به او بدی کنی و از تو کاری ناخوشایند بیند. پدر، قدر حسین ابن علی را میشناسم.
چون معاویه به هلاکت رسید و یزید به جای او متصدی امور گردید، پسر عمویش ولید ابن عقبه را حاکم مدینه کرد. ولید به مدینه آمد تا جای مروان ابن حکم را که از طرف معاویه حاکم مدینه بود بگیرد و دستور یزید را اجرا کند. عبدالله ابن عمر طبق پیشبینی قبلی با دریافت سکه های زر دست از مخالفت برداشت. عبدالله ابن زبیر نیز شبانه از مدینه گریخت و ولید بر او دست نیافت. و اما حسین ابن علی یا ابن رسول الله، یزید از من خواسته تا به شما بگویم با او بیعت کنید. ما که با هم دشمنی نداریم. قبول کنید تا خال قضیه کنده شود. امام حسین علیه السلام فرمودند: ای پسر عقبه، تو میدانی که ما اهل بیت کرامت و معدن رسالتیم. نشانه های حقی هستیم که خداوند در دلهامان به ودیعه نهاده و زبان ما را با آنها گویا کرده است. من به اذن خداوند عزوجل سخن میگویم. از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود خلافت بر فرزندان ابو سفیان حرام است. چگونه با قومی بیعت کنم که رسول خدا درباره آنها چنین فرموده است؟ که اینطور باشد. آنچه که باید گفته میشد گفته شد. یا ابن رسول الله، من خیر و صلاح شما را میخواهم. کاتب، بنویس که حسین ابن علی برای تو حق خلافت و بیعت قائل نیست. بنویس که درباره او هر تصمیمی که خود خواهی بگیر. به من هیچ ارتباطی ندارد. صبر کن کاتب. بگو. تو احتمالا باید بدونی که یزید جواب این نامه رو چی داد، درسته؟ من فقط بازیگر نقش کاتبم. خیلی خوب، پس میتونی جواب یزید رو واسمون بگی؟ تو فکر میکنی شخصیت پلیدی مثل یزید به کمتر سر حسین ابن علی راضی میشه؟ یزید به حاکم مدینه در نامه ای می نویسه که هر کی با اونه یا بر علیه اونه رو مشخص کنه و به همراه نامه سر مولامون رو بفرسته. خبر به حسین ابن علی میرسد. پس تصمیم میگیرد تا به نامه های کوفیان پاسخ دهد. لذا آهنگ عراق میکند. هنگامی که شب فرا میرسد و تاریکی بر عالم میگسترد، به مسجد النبی تشریف میبرد تا با مزار حضرت رسول وداع کند. وداعی جانسوز، چرا که این آخرین دیدار است، لکن به دار الدنیا نه به دار الاخرى. السلام علیک یا ابا عبدالله. بار دیگر دارم ای دل در نظر. Assalamu alaikum, o Husejne. O srce, po drugi put se spremam da posjetim zemlju Kerbelu. Tema naše tužne priče jeste šehadet miljenika Božijeg poslanika, sina Hazreti Alije i najmilijeg čeda poslanikove kćeri Hazreti Fatime, Hazreti Husejna ibn Alija, poznatog kao predvodnika šehida. Hazreti Husein, treći šiitski imam, nastavljač puta poslanika i evlijaha, je radi dostavljanja ljudske poruke došao na krvavu zemlju Kerbele.
Ebu Rejhan el-Biruni u knjizi Et-Tafhimul Availul Zatul Tanjim povodom ovog događaja piše: 10. Muharrema 61. godine po hidžri, Hazreti Husein je zajedno sa svojim prijateljima izašao na krvavi mejdan. Dolina Kerbele je pocrvenila od Huseinove krvi. Huseinova sudbina nije povod plakanja, nego je povod dostojanstva i časti, da možemo reći da je Husein stao naspram onih koji su u vrijeme kada je poslanik pozivao jednom Bogu, poput Ebu Sufijana i drugih, koji su u doba džahilijeta obožavali kipove, nemilice prihvatili islam i zbog kojih je poslanik rekao: moj Husein će na Kerbeli stradati kao šehid, kako bi njegova krv za nas bila krvarina čovjeka koji je ispunio svoj zavjet dat Bogu. Husein je na Kerbeli zapravo bio nastavljač bitke na Bedru, Huneinu, Uhudu, Sifinu, Muti, Tebuku i drugim poznatim bitkama iz historije Islama. Husein, on je prethodnik pokreta zbog kojeg je čitavo čovječanstvo ponosno na ovaj veliki događaj. Hazreti Husein kaže: o narode, svako onaj koji je milostiv bit će sretan i dostojanstven. Svako onaj koji je škrt bit će ponižen. Najmilostiviji je onaj koji daje onome koji se tome ne nada, a najplemenitiji je onaj koji održava veze sa onima koji su prekinuli veze sa njim. Onaj koji otklone vjerniku tugu, Bog će otkloniti njegovu tugu na ovom svijetu i na ahiretu. Svatko onaj ko čini dobra djela, Bog će prema njemu biti dobar. Zaista Allah voli dobro i dobročinitelje. U drugom dijelu današnje emisije prikazat ćemo vam priču o Džabir ibn Abdullahu Ensariju i dijalog između njega i Hazreti Huseina. آنچه در کتب معتبر تاریخی آمده است، بیانگر حضور شخصیت‌های مهم در نزد حسین ابن علی علیه السلام و در شهر مدینه بوده تا مانع از عزیمت ایشان به مکه شوند، چرا که آن را آغازی برای یک سفر بدون بازگشت می‌دانستند. پس از آنکه حسین ابن علی تصمیم به خروج از مدینه را گرفتند، محضر مبارکش رفته و عرض کردم: شما فرزند رسول خدا و یکی از دو سبط آن حضرت هستید. به نظر من صلاح آن است که شما نیز همچون برادر بزرگوارتان با خلیفه صلح کنید. اما حسین ابن علی علیه السلام قصد صلح با میراثدار کفر و شرک را نداشتند. در نتیجه جوابی اینچنین به جابر ابن عبدالله انصاری دادند: ای جابر، برادرم به امر خدا و رسولش با خلیفه صلح کرد، اما من به امر خدا و فرمانش قیام می کنم. آیا می خواهی همین حالا حضرت رسول اکرم
و علی مرتضی و برادرم امام حسن این معنا را شهادت دهند. آنگاه نظر به آسمان فرمود و در به آسمان باز شد. رسول خدا و حضرات علی، حمزه و جعفر فرود آمدند تا به زمین قرار گرفتند. من از ترس و با حالتی وحشت زده از جای برخاستم. حضرت رسول جابر را خطاب قرار داده و فرمودند: ای جابر، آیا قبلا به تو نگفتم که مؤمن نخواهی بود مگر آنکه در برابر امامانت تسلیم بوده و به ایشان اعتراض نداشته باشی؟ آیا میخواهی جایگاه معاویه و جایگاه فرزندم حسین و همچنین جایگاه یزید قاتل حسین را رؤیت کنی؟ عرض داشتم: چرا یا رسول الله؟ زمین شکاف خورد و دریایی ظاهر شد. پس دریا نیز مشتق شد و زمین زیر آن ظاهر گشت و به همین ترتیب طبقات هفتگانه زمین مشتق شدند و 7 طبقه دریا نیز شکاف خوردند و در زیر 7 طبقه آتش را دیدم و در میان آتش ولید ابن مغیره، معاویه، ابوجهل، یزید، پیروان شیاطین را به چشم دیدم. به راستی که ایشان از تمامی اهل جهنم معذب‌تر و بدحال‌تر بودند. آنگاه رسول اکرم صلی الله به جابر فرمودند: جابر، سر بالا کن. چه میبینم؟ در به آسمان گشوده شده است و رسول خدا و همراهان را دیدم که جملگی بالا رفتند و وقتی به آسمان رسیدند پیامبر اکرم با آوازی بلند فرمودند: ای فرزندم، به من ملحق شو. از حضرت امام حسین به آن حضرت ملحق گردید و جملگی بالا رفتند تا دیدم به بهشت داخل شدند. آنگاه رسول خدا به کسانی که در آنجا حاضر بودند نظر نموده و دست حسین ابن علی را گرفته و فرمودند: ای جابر، حسین فرزند من بوده و با من خواهد بود، پس تسلیم او شو و در کارش شک و تردید مکن تا مؤمن باش. بیشک آنچه در کتب تاریخی آمده است دلالت بر عزم راسخ آن حضرت برای کشتن بدعت‌های موجود در جامعه اموی دارد. بسیار بودند دوستداران خاندان حضرت رسول و مؤمنان واقعی که از ترس جان آن حضرت ایشان را از رفتن به مکه منع کردند، اما حضرت امام حسین علیه السلام در خور حال و روزگار هر کسی دلیلی محکم برای رسالت خیش بیان داشتند.
از رسالتشان گفتند، از شهادتشان و از اطاعت امر پروردگار. اما واقع جگرسوز شهادت سید الشهدا زمانی برای ما معنا پیدا می کند که می‌بینیم آن حضرت Ovaj tužni događaj na Kerbeli će imati značaja za nas onoga trenutka kada uvidimo da Hazreti Husein nikada nije tražio pomoć od onih ljudi koji su daleko od poslanikova nauka, odgoja i ponašanja. Onoga trenutka kada je Muavija umro i kada je Jezid, njegov sin, zasjeo na prijestolje hilafeta, svi su mu dali prisegu vjernosti, izuzev nekoliko osoba na čijem čelu je bio Hazreti Husein. Naspram njega su bili sljedbenici Ebu Sufijana. Silom prilika Hazreti Husein je napustio Medinu i časni Resulov mezar da bi otišao u Meku i pripremio se za žrtvu. Tada je Husein uzviknuo da je došlo vrijeme da svi članovi porodice Beni Hašim napuste one koji na silu žele prisegu vjernosti od njega. Husein je sa svojim pratiocima prošao kroz pustinje kada je do njega došao veliki broj pisama. O Huseine, vrtovi su plodni, zemlja puna cvijeća, tvoje prisustvo u Kufi je neophodno. O potomče Božijeg poslanika, pomozi nas. Hazreti Husein, iako je znao da je veliki broj ovih gradova i njihovih stanovnika izdao njegove pretke, međutim, pošto je imao zadatak, morao je otići u Kufu. Njegov specijalni izaslanik, Muslim ibn Aqil, je otišao u Kufu, ponijevši sa sobom veliki broj pisama, koja su stigla Hazreti Huseinu od strane sljedbenika Hazreti Aline porodice. No međutim, kada je ušao u Kufu, svi oni koji su pisali Huseinu pisma bili su kupljeni od strane Ibn Zijada i okrenuli su mu leđa. U to vrijeme je Husein krenuo. Na putu mu je jedan pjesnik rekao: O Huseine, ideš kod onih čiji su jezici uz tebe, a koplja protiv tebe. Međutim, Husein je na putu ispunjavanja zavjeta bio uvjeren da će se osloboditi Jezida i da će ispuniti zadatak koji mu je u djetinjstvu postavio poslanik riječima: Hasan i Husein su predvodnici dženecskih mladića i Husein će krvlju sačuvati islam. Krenuo je u Kufu, no međutim, Hor ibn Jezid Rejahije od strane Ibn Zijada i pod naredbom Jezida zatvorio mu put. Husein je dostojanstveno i ponosno prešao zemlju koja će u historiji ostati poznata pod imenom Kerbela. Tu je Hazreti Husein pao kao šehid, tako da mu je ime ostalo kao trajna uspomena. نامش همیشه یاد جاوید بمان.